همه میپرسن که سلول بنیادی چیه و چه خوبی‌هایی داره. دستگاه سلول بنیادی پشت سر من می‌بینید دستگاه آیسل هست که خب ما به تازگی در مطب موجودش کردیم. خود سلول بنیادی مشتق از بدن خود فرده، میتونه از ریشه موهاتون تهیه بشه، میتونه از غضروف‌های بدن تهیه بشه و میتونه حتی از چربی تهیه بشه، اما کاربردهای متفاوتی داره بسته به نیاز بدن شما و کار سلول بنیادی همینه که تبدیل میشه دقیقاً به چیزی که خود بدنتون میخواد. یعنی خود بدن شما خودش درمانگر خودش. اگر که مثلا بیماری به ما مراجعه کنه با ریزش موی ارثی ژنتیکی، ما میتونیم از موهای خود فرد، از ریشه سالم موهاش استفاده کنیم که پشت سرش هست برای استخراج اون سلول بنیادی و تزریقش توی سر. اگر که با ویتیلیگو به ما مراجعه بکنیم، ما از سلول هایی که رنگدان ساز هستن که باز از ریشه موها تهیه میشه استفاده میکنیم. مهمترینش برای جوانسازی درمان جایجوشه که ما خیلی بیمار مراجعینش رو داریم که ما قبلا میومدیم مثلا از بایوفیلر یا ژل ها استفاده میکنیم که هنوز هم به قوت خودش پابرجاست، اما برای بعضی از افراد که حساسیت دارن به اینکه مواد خارجی وارد بدنشون نشه، ما میتونیم از چربی خودشون در واقع SVF و مواد سلول بنیادی رو تهیه کنیم و اون قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به چیزی که شما میخواین و پرکننده کلاژن سازی رو تحریک میکنه. این پروسه خیلی پروسه کوتاهیه، راحت، زخم جراحتی نداره، در مطب انجام میشه و حدود نیم ساعت تا 1 ساعت وقت شما رو میگیره. معمولا همون سالی 1 بار هم کافیه که انجام بشه.